مجبور شد جنازه دوست دخترش رو بعد از 1 سال از قبر بیرون بکشه. قبل از هر چیز خواستم بگم که اسم قاتل این پرونده هنری وینرایت هست، اما من طی یک اشتباه اون رو هری وینرایت خوندم و تا آخرش هم بهش گفتم هری وینرایت، اما شما بدونید که اسم اصلی اون هنری وینرایت هستش. سلام، من هستیم و اینجا رادیو کرایم و امروز میخوایم با هم بریم به لندن سال 1870 تا سال 1875، جایی که یک بره‌ساز یعنی هری وینرایت توی زندان نیوگیت به دار آویخته شد. هری وینرایت زندگی خوبی داشتش، توی خانواده خوبی به دنیا اومد. اون خانواده شغل بره‌سازی داشتن و تا سال 1870 هری هم تونست یک مغازه بره‌سازی خوب بر خودش دست و پا کنه و درآمد خوبی داشت، شغل خوبی داشت، توی محلشون شناخته شده بود، دوستش داشتن مردم و یک همسر داشت به اسم الیزابت با 4 بچه از همسرش و همه چیز خوب بود. هر چیزی که یک آدم به ویژه توی زمان ویکتوریایی نیاز داره اون موقع هری داشتش و باید کاملا از زندگیش راضی می بود. اما هری اینطور فکر نمی کرد. اون با وجود این که هم همسر داشت هم 4 بچه داشت، اما همچنان به خانوم بازی ادامه میداد و اون بازیگرای تئاتری که توی اون خیابون زیاد رفت و آمد داشتن معمولا به مغازش می اومدن و خب هری شیطنتاش رو با اون خانوما انجام میداد. توی سال 1872 یه خانومی به اسم هریت لین توجه هنری رو خیلی به خودش جلب میکنه، چون که هم زیبا بوده هم باهوش بوده و تو همون منطقه کار میکرده و هری ازش خوشش میاد. پس اینا با هم وارد یک رابطه عاشقانه میشن. هری برای هریت یه آپارتمان اجاره میکنه و هفته‌ای 5 پوندم بهش مستمری میده و این 2 نفر صاحب 2 بچه هم میشن. اما همه چیز انقدر خوب پیش نمیره. 1 سال بعد یعنی سال 1873 یک سری مشکلات مالی برای هری پیش میاد، به خاطر حالا محل کارش، به خاطر ولخرجیاش، به خاطر بحران اقتصادی جهانی بدهی‌های زیادی بالا میاره و در کنار این مشکلات مالی و فشار کاری که روی هری بود، هریت هم دائم بهش میگفتش که مگه تو من قول نداده بودی از همسرت جدا شی بیای با من زندگی کنی و مگه تو نمیگفتی که منو دوست داری؟ پس باید هر چیز زودتر اونو طلاقش بدی بیای پیش من ما هم زندگی کنیم، من خسته شدم از این وضعیت و از این حرفا. و اینا باعث میشه که خون هری به جوش بیاد و یه جورایی دیگه نتونه، هم فشاری که از سمت خانواده اصلیش روش هست و هم فشاری که از سمت معشوقه پنهانیش روش هست و هم فشاری که از محل کار و حالا مشکلات مالی که روش هست، نتونه همه اینا رو با هم تحمل کنه و به این فکر کنه که خب یکی از مشکلاتم رو میتونم به راحتی از شرش خلاص شم، پس بیام یه جوری این دختر رو از سر خودم واکنم. هری با کمک برادرش توماس یک نامه می نویسن برای هریت و اون نامه رو با اسم مستعار ادوارد فریک میدن به هریت و توی اون نامه می نویسه که من خیلی دوستت دارم، خیلی عاشقتم، میخوام که از همسرم جدا شم، اون رو رها کنم، بیام پیش تو زندگی کنم و از این قبیل چیزهایی که هریت نیاز به شنیدنش داشت. توی اون نامه با هم قرار میذارن که جمعه 11 سپتامبر همدیگر رو توی کارگاه بره‌سازی هری ببینن و بهش میگه که هر کس بهت گفتش که کجا داری میری، بهش میگه که دارم میرم پیش یه آقایی به اسم ادوارد فریک. بالاخره روز موعود فرا میرسه و هریت داره میره به کارگاه بره‌سازی هری و هر کدوم از دوستای هریت هم ازش میپرسن که کجا داری میری. دقیقا به همون حرف هری وینرایت عمل میکنه و به همه‌شون میگه که دارم میرم به دیدن آقایی به اسم ادوارد فریک و خب غافل از این که چه سرنوشتی قراره که اونجا انتظارش رو بکشه. همون شب همسایه های اطراف کارگاه و کارگرایی که اون اطراف کار میکردن صدای تیراندازی میشنون، اما از اونجایی که نمیتونن متوجه بشن که منشأ این صدای تیراندازی از کجا بوده،
به خیالش میشن و به کار خودشون ادامه میدن. هری وقتی که خانم هریت رو به قتل میرسونه، جنازش رو داخل انبار کارگاهش دفن میکنه و برای اینکه بتونه به تجزیه جنازش کمک بکنه و برای اینکه بتونه از بوی بدی که قراره از جنازش ساطع بشه جلوگیری کنه، روش سولفوریک اسید میریزه و بعد با خاک میپوشوندش. 1 سال میگذره و هری هم به خیال خودش از این ماجرا قصر در رفته. 2 بچه‌هاش هم سپرده دست خانم همسایه. خانم همسایه‌ای که توی این مدت زیاد عادت داشت که بخواد از بچه‌های این 2 نفر مواظبت کنه. اما خب ما گفتیم که مشکلات زیادی داشت. هریت یکی از مشکلاتی بود که هری میدونست میتونه از دستش خلاص بشه. اما مشکلات مالی که اصلی ترین مشکل زندگی هری هم بودن، اونا به این راحتی نمیتونستن که برطرف بشن، تا جایی که هری مجبور میشه برای صاف کردن بدهیاش کارگاهش رو مصادره کنه و خب این کارگاه همون جایی بودش که هری جنازه هریت رو توش دفن کرده بود. پس این یک زنگ خطر بزرگ بود. این به این معنی بود که هری الان یک جنازه داشت که باید از دستش خلاص میشد. هری میره یه بیل و یه چاقو میخره، بعد میاد به کارگاهش، میره تو انبار، زمینو میکنه، جنازه هریت رو میکشه بیرون، جنازه‌ای که به شدت گندیده بود و به شدت بوی بد و وحشتناکی میداد. بعد با چاقو شروع میکنه به تیکه تیکه کردن جنازه هریت و بعد تیکه های بدن هریت رو بسته بندی میکنه و از یکی از کارگراش میخواد که بیاد کمکش و این بسته بندی ها رو سوار تاکسی کنه و خیلی هم لازم نیست آدم کنجکاوی باشید تا براتون پیش بیاد که این بسته های سنگین و بدبویی که دارین حمل میکنین داخلش چیه. میاد یکی از این بسته ها رو باز میکنه و با سر قطع شده ی هریت رو به رو میشته و وحشت برش میداره، اما سری بسته بندی رو دوباره به حالت اولش برمیگردونه. کمک هری میکنه که این بسته رو بذاره داخل تاکسی و خیلی هم خونسرد برخورد میکنه، طوری که انگار چیزی نشده. اما به محض اینکه هری سوار تاکسی میشه و فلینگو میبنده، میره یقه پلیسا رو میگیره و میگه که آقا اون تاکسی رو دنبال کنین، اون توی این تاکسی الان پر اجزای تیکه تیکه شده بدن انسانه. و خب احساس میکنم پلیسا قدیما خیلی پیگیرتر بودن تا پلیسا تو زمان حال. الان اگه همچین چیزی بگی احتمالاً بخندن و بگن که برو بچه شدی، بچه گذاشتی، ما رو مسخره کردی. اما خب نه، اینجا این پلیسا واقعا میرن دنبال تاکسی، نگهش میدارن، به راننده و به هری میگن که ما باید این بسته بندی ها رو بررسی کنیم. هری هم سعی میکنه که با دادن 200 پوند به پلیسا اونا رو راضی کنه که بیخیالش بشن، اما خب خوشبختانه پلیسا اصلا قبول نمیکنن. اون بسته ها رو وام میکنن و وقتی که با جنازه روبرو میشن، در لحظه هری رو دستگیر میکنن و با خودشون میبرنش. بعدش هم از خانواده هریت میخوان که بیان کمکشون تا بتونن جنازه دخترشون رو تشخیص بدن، ولی خب جنازش انقدری توی این مدت فاسد شده بود و انقدری به هم ریخته بود که اصلا نمیشد از روی قیافه تشخیص داد که این هریته یا کسی دیگه. اما پدر مادرش با دیدن یک سری زخم‌هایی که مختص بدن هریت بود و البته با دیدن لباسی که به تن داشت، قسم میخورن که این جنازه بچه ماست. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که توی این 1 سال پدر مادر هریت و دوستای هریت با خودشون نمیگفتن که دختر ما کجاست، چرا نیستش، خبری ازش نیست؟ چرا؟ دوستای هریت وقتی که از هری پرسیدن که الان تو خبر داری که هریت کجاست، نیستش، ما نگرانشیم، هری بهشون میگه که هریت با یک آقایی به اسم ادوارد فرانک رفته به پاریس و خب دیگه اونجوری میشه که بیخیالش میشن. اما الان جنازه هریت رو دستشون مونده بود. به غیر از هری، برادرش توماس هم دستگیر میشه، اما برعکس هری که حکم اعدام با آویخته شدن به چوبه دار رو دریافت میکنه، توماس فقط به 7 سال زندان محکوم میشه. چند سالی بود که اعدام در ملأ عام توی بریتانیا ممنوع شده بود. بنابراین هری وینرایت توی اکتبر سال 1875 با حضور جمعیت اندکی از مردم توی زندان نیوگیت به دار آویخته میشه.
خیلی ممنونم که تا اینجا منو همراهی کردین. اگر که دارید این ویدیو رو از طریق یوتیوب میبینید خیلی ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنید و اگر که دارید صدای ما رو از طریق پادکست میشنوید خیلی ممنون میشم که ما رو دنبال کنید. میبینمتون.